انفجار در یک از مساجد شیعیان در هرات واکنش مردم را برانگیخته است. در اینجا صدها تن از باشندگان هراتی دست به تظاهرات زده و مقامات حکومتی را متهم به سرانگاری در این گونه قضایا کردند. در ولایات حوزه جنوب غرب افراطگرایی یک پروژه خارجیه و این افراطگرایی در عرصه‌های مختلف داره تبلور پیدا میکنه و برنامه‌ریزی میکنن. اما متاسفانه مسئولین دولتی این مسئله جدی نگرفتن و به هیچ عنوان پاسخ منطقی به مردم نداشتن. فقط اعلام کردن که ما سرنخ‌ها پیدا کردیم و پیگیری میکنیم. تقریبا در یک ماه اخیر افراد ناشناس 2 مسجد شیعیان در این ولایت را مورد حملات انفجاری قرار دادند. حالا اعتراض کنندگان هشدار میدن اگر حکومت افغانستان خواسته هایشان را برآورده نکند دست به اعتراضات گسترده تری خواهند زد. روزها و هفته ها هم شده باشد ما می نشینیم و باید مسئولین از کابل بیایند و پاسخگویی خواسته بر حق مردم ما باشند. اعتراض کنندگان میگویند عاملین این گونه رویدادها تلاش دارند تا با استفاده از این حوادث اختلافات میان مردمان شیعه و سنی در این ولایت را دامن زنند، اما آنان نخواهند توانست به این هدفشان دست یابند. از سوی هم محمد آصف ریمی والی راد به اعتراض کنندگان اطمینان میداد که نیروهای امنیتی عاملان این قضایا را بازداشت خواهند کرد. در دنیا چی میگذره؟ در اروپا چی میگذره؟ هیچ یک از این حادثات توجیه پذیر نیست که باید در کشور ما می شود. اما خواهی نخواهی آنچه در دنیا میگذره سر ما و شما هم تأثیر گذار است. این حادثات جنگ بین دو کشور نیست. او آسانتر بود مدیریتش. ای که تمام دنیا و جهان اسلام توسط گروه های تکفیری و استخبارات های بسیار پیچیده منطقوی تمویل و تجهیز میشن و مردم به جان هم مندازن. دقیقاً مثل که سخنرانان پیشتر از ما یادآوری کردن که هدف از اینا ایجاد اختشاش است. قبلا مقامات امنیتی در این ولایت گفته بودند که یک فرد مظنون را به ارتباط حمله انفجاری در یک از مساجد هرات بازداشت کردند. روز گذشته نجیب الله امان رئیس مبارزه با تروریسم وزارت داخله افغانستان پذیرفت که حمله در مساجد شیعیان در هرات از سوی افراد وابسته به گروه داعش صورت گرفته است. او وجود گروه داعش در ولایت هرات را پذیرفت و تاکید کرد که این گروه در 11 ولایت افغانستان فعالیت دارند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.